داشته باشید. سلام به همه هموطنان گلم، امیدوار هستم که خوب و صحت و سلامت باشین و در هر گوشه کنار دنیا هستین، کنار فامیلای هستین، خوش آرام باشین. بازم خوش آمدین. دیگر است بخیر. ان شاء الله که منتظر الیاس جان مشکل و فاطمه جان امیری هستیم. وقتی که ما آمدن بخیر باز ریکارد. دقیقاً. دوستان درست است که چی میگن، ما و الیاس جان شان یک جای هستیم، اونا منزل دو هستن، ما منزل پایین. اما هیچ وقت مسائل نمیشد که ولاگ بگیریم امروز. دقیقاً. وقتی خوب باشه فرما زگه وقتی که میفتیم ولاگ باز یک من اکشن میکرد که باز برای به وقت داشته. همین یک دیگه که سوالی که من خیلی برام جالب است. خیلی تشویق ساخته. شما فکر کرده چی؟ چی؟ سوال چی؟ عاشقش هستی؟ نه عاشق؟ نه. نه. خودمون صحیح بگو برادر. این سوال بسیار خوب سوال کردی خاموش که به خاطر که اکثریت دوستایی که ما را میشناسن بعد از یک سریال نشر شدن این سوال میکنن و همین تا امروز مدعی جای جواب نداده. این باید جواب بدم که وقتی که شما در سریال کار میکردیم همکار بودیم یک فضای دیگه است، نه؟ اونجا همه همکاری که دیگه میبینیم این توش یک چیزا وجود نداره. تمام ما کار میکنیم و مثل که فاطمه جان در سریال خوشیم است، واقعیت نیست، یک سریال است. فاطمه جان هم که فاطمه امیری در سریال نقش لیلا را بازی کرده و ما امیده اما زندگی‌ای که شخصی داریم متفاوت‌تر از سریال است. دقیقاً. و خود بگو ما شنیدم که در سر یاد کرده بودی خودت که من به مشکل نباشم من اینجا میگم. نه همونطور ما شنیدیم، یعنی میدونی راست است؟ این راست است؟ نه از تیم شنیدین یا نمی‌تونم؟ نه تیم خود نمیگه دیگه، تیم برش معلوم است، تیم خود ما هستیم، ما بودیم دمیه معلوم بود برای ما. کسای دیگه گفت. خب فعلا تا سریال بگرفتیم به حقیقت خیلی بشه. نه همین درد دلت اخ دلت ابو بگم. همین جای نشسته راست دلت ابو بگم. خب امروز ما آمدم که براتون بگم سوالاتون جواب بدم. در سریال لیلا نامزد شدم. خب خودم خبر نیستم، در سوشال میدیا در جای زیاد که میبینیم همگی میگن پیام گذاشتین و در روزی که نکاح ما هم بود همگیتان گفتین که براستی خودت عروسی کردی. خب امروز آمدم که براتون بگم آیا حقیقت داره که ما در سریال لیلا براستی عروسی کردیم یا تنها حرفای قضاوتای مردم است. خب من که هستم از شروع شما خودتانم دیدین عادت دارم گلدن میپوشم و این انگشتر ما هم جدید بود. ایره فکر میکنم که من دایید گرفته بودم، نه؟ ایره ما دایید گرفته بودم، پس من خواستم که ایره ما نپوشم. گفتم که ایره ما در سریال میپوشم چون که در سریال انگشترم کار بود. گفتم که از این که خوب است شما ببینن یک انگشتر بیارین که خوش مام نیاید. گفتم از این که خوب است انگشتر که دارم امور بر من بپوشانن در خوشوی لیلا که بودن. خب همگی آمدن گفتن که تو عروسی کردی. زیاد کامنت دادن، در جای که کامنت میبینم که دل از این سر از او آمده، دل از او سر از این آمده، چی در پای نیست. پس خواستم که سریال خلاص شد و گپا که در دل شما مانده اونا رو از قلبتان دور بسازم. زیاد کامنت چیزا که میبینم دوستا فکر میکنن که اینا با واقعیت نکاح کردن و نامزد شدن، همدیگه خود دوست دارن. با واقعیتش که تو گپ نیست، چون که ما یعنی تیم هستیم. براتون خوبم یک ما در یک جای بودیم، در یک خانه بودیم، مثل همکار هستیم، مثل دوست هستیم، بگیم مثل خواهر برادر هستیم دیگه. نه کدامش حالا؟ کدامش حالشون؟ همکار خواهر برادر. نه خیلی این کار میکنم. که I am single pro max. تبریک نامزد شدم و ما خبر نداری. شما میگید فاطمه جان گوش یک چای بگیریم؟ ما شما سوال کردن نمیتونیم، ما سوال میکنیم به خاطر شما در سریال کار کردیم. ما در خدمت. ما مثلا میگیم یکم که گپای حقیقت خود گفتن که چیز گپ نیست، اما یکم ما دازارشون میده که برنامه ما مزه داشتن شما بخندین. به خاطر از اینکه شما خودتون گفته بودید که حقایق از زبان خودتون باید بشنوید. تو سوال یک زیاد در اینستاگرام هم دوستان گفتن که این سوال از فاطمه جانم و از الیاس جانم. فاطمه جانم میگم که بسیار چی نسان بگویم، منم میگم مردم میگن که فاطمه جان بسیار به خود مینازه، زیاد میگه من مقبول است، زیاد مغرور است
و زیاد تعریف خودم میکنه و سوال دیگه شما باشه. خب این پس یا نیست؟ در مقبولی شک نداشته باش. مقبولیش واقعا مقبول است. دختر نازی است، مقبول است. دخترای افغان همگیشان مقبول زیبا هستند. دیگه که پشت فاطمه جان. فاطمه جان گپ از اعتماد به نفس است. یعنی هم نمیگم اعتماد به نفس دارم، اما باید هر دختر اعتماد به نفس داشته باشه. زودتر دوستا گفتن که شما فیلتر میزنید، شما آرایش میکنید، میگن 10 تا فیلتر سر خود میزنید. همین مردم گفته دمیجا در کامنت‌ها نظر جان گفته بودن. در بلاگو کسی فیلتر نمیزنه. بلاگو کسی فیلتر نمیزنه. و اگر ما با امینا گفته بودم که اگر شما بیان به واقعیت ببینید چیزی که در سریال یعنی من نشان دادن گفتم من نیستم، یعنی بیشتر از او خوب است. فاطمه جان میفهمید بعضی دوستای ما در سالگیری محفل که رفتیم چند علاقه‌مندا آمده بود که ما و رسال جان فرشته جان همگی بودیم. آمدن ما رو میگه که یعنی چیزی که شما در تصویر معلوم میشه از اون که شما از اینکه آدم میبینه مقبول‌تر هستین. دیگه به نظر من مقبولی نمیشه قلب و دل ما مقبول باشه و نیت ما صاف باشه. دیگه خوب است که اعتماد. بله. خاموش کنم به این چی. کدام گفت تو مقبولی و دپاشو مقبول خلاص الحمدلله. اما بعضی چیزا یوتیوبرها اکثریتشون مقبول هستن، فیلتری که پاز در پلتفرم یوتیوب درست نیست. ولی ما شما میفهمیم که نمیشه و یک تعداد که این ثبت میکنن و کارشون فقط شارت ویدیوز ما فیلتر میزنن در اسنپ چت و نمیفهم تیک تاک اینا میزنن. ولی این شما ببینید که اینا فیلتر زدیم نمیاله. نه فاطمه جانی حقیقت است که در سریال بدرنگ هم که باز معذرت میخوایم اگر کارگردان فیلم میبینن چیزی که حقیقت است، چون منم میخوام بخاطر یک سریال یا مردم توهین کنن بگن بالاخره یک بچه خوش داره میره میگیره یا پای ناحق بزنن و اینا بگن که نه بعد از فیلتر میزنه با راستی زیادی دختر بدرنگ است، یعنی خود مقبول ساخته است طریق عکس نمیشه تیک تاک بگم چیزی که حقیقت بود من اما قدر در برنامه خود گفتم که الحمدلله همه مسلمان‌ها مقبول هستن، هیچ کس بدرنگ نیست. اگر اونایی که رنگشون هم سیاست خدا اگر شما جذابیت ببینید چه درست که شما ببینید و بسیار زیباست. اما من نمی‌فهمم چرا مردم ما اگر شما که تعریف نمی‌کنید اون شخص از خود تعریف می‌کنه بس لطفا فسادت هم نکنید. او یک تعداد از کار میکنه هم. بعضی دوستای ما گفته بودن که فاطمه سن خود خرد میگه. بله. سن خود بسیار زیاد خرد میگه، چیزی که میگه حقیقت نداره و مثل دیگر تعریفایی که از خود میکنه سن خود دور میگه. خب فاطمه جان بگو واسه ما میگه داره میگه. میگم مثل من میگم من بیرون دوستان دختر 15 سالتان دختر سر 15 سالتان یعنی خبر حسادت کردن صاف معلوم است کسی جاهل است و حسادت کرده بس کسی که خوب است اونا میگن باعث افتخار ماست که در سن خورد موفق بشه پاکستان. کلام گرفت آفرین. دوستان لطفاً خواهش میکنم که وقتی دختر خانم‌ها و پسرای جوان ما که میخوان در سینما کار کنن و اونم در ملک مهاجرت با اینقدر دشواری‌ها و سختی‌ها لطفاً یک قسم گپای منفی نزنین که دل از یاره و کارهای آینده سخت چی میگن سخت کنی و سخت باشه براشون کار کردن. امین جان نظر خود در این مورد سن سال و من یکم مغرور بودن و اینی میگه پایی که در مورد لیلا میزنن در بعضی جای‌ها در مورد خود هم میگه پاسدن که مثلا این آدم خب یک دم اومد مشهور شد و معروف شد و محبوب شد حالا بسیار چیز است چی میگن مغرور است این یکو فقط کوتاه میتونی برشون بگی که با کسا البته اما صادقانه بودیم فوق العاده بودن نقش اردیشون و واقعا نقششون به حدی بود که خلاصه خیلی دوستای مایل کرد و شاید دیگه فصل اول بوده که شما دیدید. خاموش من اکثرا به چیزای منفی این نمیپردازم. آفرین. این میگن 4 نفر که مثبت گفته اونمون رو دفع میگیره. مثلا خودت اگر منفی بگویی فاطمه جان منفی بگویی 2 نفر دیگه که مثبت بگه این میره دفع میشه. آفرین. کوشش کنیم که به خاطر اون کسایی که برای ما مثبت است و تشویق ما میکنه به خاطر از اونها کار کنیم. آفرین. اگر ما متوجه ازی باشیم که خاموش که ما خوب نیست مرا گفت که مغرور است خب ما متوجه خاموش نشون درگیر دیگه موضوع نشون از آینده خود از پیشرفت نمیمونم نه دقیقاً همین یک موضوع شو و تمام همین دوستای ما که در سینما کار میکنن یا در یوتیوب هستن کوشش کنن که این ظهور نادیده بگیرن چرا در هر حالت جان گپ میاد بله و موضوعی که مرا میگن یا فاطمه جان میگن موضوع سن سالش است اگر فاطمه جان 30 سالم باشه چی دردی را دوام میکنه و اگر 15 سالم باشه چی درد دوام میکنه اما این موضوع شخصی خودش است و این مجبوریت نداره که بیاد دروغ بگه چای کلام بگیرید چای نمیشه از چی هم بگیرید نصب پذیرایی کنید خانه خودتان هستید و به نظر ما هم همین خود نظریات مختلف است هر کی اون قسم که کار خود بخواد پیش ببره اما به نظر ما در یک چی اگه بان آدم در یک نقش اگر آدم بانه به نظر ما یا خسته کن میشه یا ای که باید تغییرات بیاد شما اونجا وقت یک دقیقه پیش بیاد کامرا خود ریاکشن های بیاد یارم تو منظم ارگی شما در یک فربیگ میرم جان خیلی خوش دارم خود جدی معلوم درست سبب کنه شما جنگ میکنیم ما بفهم نمیبینید کی است جمال او مای گاد نه راست میگه آدم کلی داره جن گرفته بود ما خب بسیار راست سوالای من اگر روزی شب که اردیتون تصمیم بگیریم مثلا این سوال از اردیتون اگر مثلا خودت به الیاس پیشنهاد ازدواج بدی یا او برای خودت ازدواج بده اجازه بدی
اجازه یا الیاس به خودت پیشنهاد ازدواج بده قبول میکنی؟ قبول نمونه از من قبول نمیشه. یعنی دستم یعنی امروز برسه که برات پیشنهاد ازدواج میده قبول یعنی اصلا میری اصلا صدا نمیتونه اصلا جواب دادن نمیشه. گپ نصیب است. این فرض کنیم میره فاطمه میری پیشنهاد بده و قبول میکنه نمیکنه. خب فاطمه میریش کی؟ فعلا ازدواج نیستم. بدون شک آنش یک روز اگر اینمی یک آدم یعنی الیاس نمیره فکر که اگر پیش دیگر برات پیشنهاد ازدواج میکنه خاموش این سوال میشه اگه تام ناتکمیل است این جواب دادن نمیشه. ما جواب دادن نمیتونم نه. نه یعنی خودت یک ذره مشکل است ای بسیار کوتاه یا نمیگی پیشنهاد میکنی برای بیشتر موضوعی که من گفتم فکر میکنم بسیار جدی هم گفتم که چیزی نیست نه. من میخوام خیلی واضح و راست در گپ بزنیم که بیشتر با دوستای خود نکنم چرا این موضوعات اینمی چیزا یاد نشه اصلا دست این ما جواب نگرفتم اصلا جواب نگرفتم نباید یاد شود فاطمه جان که بسیار زیاد وقت داره باید درسای خود تکمیل خودت هم تو خودم یعنی و هر کسی دیگه که در این مدتی سینی و کارا که میانه ما شما در افغانستان بعضی رسم و رواج هست که شاید اشتباه است شاید ناپسند است دوستایی که در خارج از افغانستان هستن اونا شاید تایید کنن گپای ما اکثریت مردم تایید میکنن سن سال قومی در جهان میگن 18 است اما در خارج از کشور 18 نیست بعد از 24 است چرا که درس خلاص شوی این چیز موضوعات شاید گپای ما تایید بله جوانا شما هر گپ دلتون را چی میگن کار اولتون است انشالله که در پروژه بعد آرامتون موفقانه پیش ببرید همکارای خوبه کل ما هستیم انشالله و خواهیم ماند آرامتون بخیر و به نظر من در سریال کار کنی فیلم کار کنی در جای که آدم باشه بعد همکار است آدم مثل فامیل بوری میباشه و هر هیچ ما حق نداریم برچسب خواهر برادر عاشق اونم میفهم مجنون لیلی و این گپا حق نداریم ما برچسب بزنیم بله این که نصیب قسمت چه میباشه اون کار ما نیست چندین ماه که از همون شما میشناسیم شخصیت فیلمی که نقش است که جمال بود اون تا شخصیت واقعیش زمین آسمان فرق داره تماش این چطور یک چشم بد طرف کس نداره ما متوجه نشدیم در این چندین ماهی که همراهش بودیم اما درستاست نقش مقابل کو نداشت تماش فقط نقشش منفی بود که مریم باید پیام این کار نکنیم یک پیام داشت که یک انسانی که نمی‌کاره میکنه بدی یک کسی دیگه میکنه چقدر بدبختی ها به بار میاد یعنی بعدی جلوگیری شد دیگه شخصیت واقعی تا شخصیت سیال فرق میکنه از منفیش کردم مثبتش زیادتر ببینین وقتی که پیشنهاد شد من خودم 50-50 بودم یعنی دل نادل بودم کار کنم نکنم این یک مسئولیت کلان است یک نقش مرکزی بر شما دقیقاً من گفتم این مردم بپذیره نپذیره خدا نکرده نشه که به خاطر من تمام تیم همو خراب شد فامیل مرا برو کار کن دیگه تمام فامیل اعضای فامیل یعنی این ممنونیت موجود نبود و تشویق کردن که برو کار کن خوب است یک فرصت است استفاده و اینم دوستا خبر ندارن که الیاس جان چند خواهر چند برادر هستن ایران باید برای دوستا بگید چند خواهر چند برادر هستن میگم مشکل نیست من 3 برادر دارم برادر کلان در دنمارک زندگی میکنه بعد از خواهرم است سلام مخلص زندگی میکنه سلامت باشی فاطمه جان گل خودت میشه که بویی برای دوستای ما و بینندای ما که خودت چند خواهر چند برادر هستی بدون از خودت کدام خواهرت یا برادرت در میدیا فعالیت داره یا نه فاطمه جان همشیریم بزرگ است همه که بدن دلای است و خودم خانه است 3 خواهر برادر هستیم و تا فعلا تصمیم دارم که بخیر لالا جان و پدر جان من در سینما بیارمشون انشالله که ما منتظر پروژه بعدی آقای نوری صاحب هستیم دیگه پروژه جدید چون بخیر شروع شود که از دل بیشتر به فامیلم آشنا شدم. این دوستا ببینین که چه سورپرایز هم براتون فاطمه جان داد که براتون تصمیم داره که پدر جانش و برادرش 3 خواهر 3 برادر هستین؟ نه یک برادر 2 خواهر یک برادر 2 خواهر یک برادر نازنین دارم. خب خداوند جان داشته باشن موفق باشن و فاطمه جان هم حتما 100% که باعث افتخار شما هستن. دیگه وطندارای گل دیگه ما یک کات گرفتیم به خاطر که اینا قصه پیچ شدن خسته نشن و آزارشان دادیم شما ببخشید خواستیم که برنامه ما با این آزار دادن از که چی میگن خنده داشته باشه که وطندارای ما که میبینن در آبای معقولشان خنده بیایه و خسته نشن. در آخر گپای تبوک بخیر خداحافظی. برای دوستان عزیز جوانا را
کسایی که میان در کار شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم یوتیوب و دوران پیشگی در هر عرصه‌ای که میان جوانای وطن ما مثل عزیز و جوان موفق ما حمایت کنین، تشویق کنین، کوشش کنین که انرژی مثبت تزریق کنین پیش از اینکه شما با آن که میگه اینا بدی نیستن که از اسباب هستن ولی با آن هم ما اگر کوشش کنیم که مثبت گرا باشیم دنیا گل ساد میشه. با امید موفقیت‌های بیشتر از اینا و با امید از اینکه همه‌تون خوب و خوش باشین و از برنامه ما خوشتون آمده باشه. این چای پسره در اینجا به پایان میرسونیم. خدا نگهدار. پشت هر شب تاریک روز روشن در انتظار است. قصه حمید و لیلا به ما آموخت که گاه فقط یک تصمیم اشتباه میتواند یک عمر پشیمانی به همراه داشته باشد.